He's bald. Does he look like a bitch? What? Does he look like a bitch? Why you gotta منم شماره یک که واساده جلوت رد میشم از روت با آلفا رومئو شاغل تارانتینو پالپ فیکشن رپ فارسی نمیخوره به سایزت هی بر میداری تریپ قد همش مرغ تخ میده تخ کن نترس پرت میشی از بوم برجل عرب یه دیلو گرفتن تو گمرک ازت این موج بمب نسل برتر رپه که میزنه تو پرت ریزمپل ان شما کنیکولاس کیج هیپ هاپی خره به نوک دماغ جیلو گیر دادی دورتم 4 تا سوسول در پیت همه گیک گرم باشه دم تیم واسادین لب تیر ریخته کف زمین پر کیک همه فی نمیگزه کک بیت راستی رو چپشی این یه پنالتی تو وقت اضافه است ناک او تراپی با تمر حقارت گل شیفته رپی ما برقی بماند میبینم تو پاریس جمع سفارت زنگ آخر واسد مکسیموم دابه زنگ آخر واسد واساده یه نابه زنگ آخر واسد شنیده اون موشای با که زنگ آخر واسد ترا پشتم زنگ آخر واسد مکسیموم دابه زنگ آخر واسد واساده یه نابه زنگ آخر واسد شنیده اون موشای با که زنگ آخر واسد ترا پشتم زنگ آخر بعد کنسرت دو بی واسا تو یه میمون بغل تازان با سر بین میری پی مورچه بادا زیر شهبال درس خوندی 2 ترم سالسا بی خیال بیلیتیا حتی ای بیزا خوش خطتم بزا بره بالا بینیا فیری کارو زدیم بانا به لیتو جانکی جونیور شوالی یا گیدور ماجی میگه بچه خونه گیونه حد بزن کی زیر علی مجیک بوده ها میدونه خودش میدونه کنه هد میده رو بیتام شبا بیرون خونه دیوونه اونه که میگه مهمونی خودمونه همه جمع هر حیوونی دورشونه با 4 تا چاقال میخوام بزرگشن ولی اعتبار بیتا منو بزرگ کرد زنگ آخر واسد مکسیموم دابه زنگ آخر واسد واساده یه نابه زنگ آخر واسد شنیده اون موشای با که زنگ آخر واسد ترا پشتم زنگ آخر واسد مکسیموم دابه زنگ آخر واسد واساده یه نابه زنگ آخر واسد شنیده اون موشای با که زنگ آخر واسد ترا پشتم یو علی مچ کاند بی کار شمالی بوم میسازه با بیتام لب خیابونی تو پاریس با گیتار من تو لیموزینم میزنم خاویار پس زنگ آخر در نرو تا بیام من میلیونر نیستم مثل زانیار ولی تو جیبم داره میره مالیات فناتون تابستون آنتالیان اینو با من داد میزنن فاکیا بزا اینو خوب تو مخ جا بدم فنای من همه ازدم قاتلن خیلی خستمه تا بهت فاک بدم پس برو پایینو یکم عمل بلده بزن هر جا بیت سازی باس بزنی جغ ویری ویرس و مرادم فهمیدن زدی که گل برب غرب جنوب شمال و شرق را میریم شعار شهر پاد برسه کشتمت شوخی نیست مبارزه این دفعه یقت گیره تو مشت من گل پسر پیش رو نیستم ببخشمت ایهاماتم جنگ هر انجی یعنی مدگیری زیر رو پیشونی مهر رد یه چیزایی گفتم که عوض شد جا تخم و مغز اب نر حرفایی که پشت سر من زدی نمک خوردی نمک جون شکستی ولی علی رضا یه روز ببینمت کشتمت اینو یه تهدید حساب کن پیر شدی ولی گنده نه شما گلی آقا چرا بد فش بدم ها علی مچ کاند بیت اینطوری به ساز دادا آهنگ ناب از اینجا شروع شد که یه بیتی بود که علی مجیک پرودوسرش مثلا برای بهزاد فرستاده بود بهزادم گفته بود من اینو میخوام بذارم تو آلبوم منم بیتو شنیدم و گفتم آره باحاله ولی قرار بود فقط بهزاد بخونه رو اینا تو این وسطش بعد سیاوش بیتشو شنید گفت من خیلی حال میکنم و اینا بعد یه کورس نوشت رو بیتش منم کورس سیاوش شنیدم قرار شد که آهنگو سه نفری توش باشیم و اولین سینگل آلبوم بهزاد آروم صحبت کن خب بعد یه ماه قبل از اینکه آهنگ بیاد دیدیم علی مجیک میخواد یه ویدیو ریلیز کنه برای پروموشن آخر اون پرومو هم من حالا ویدیو رو که ندیدم روی وبسایتم گذاشتم یا ریپورت هم که نگردی ویدیو رو که برش داره یوتیوب آهنگو مثلا داره نمیفهمن پرودوس میکنه ویدیو داره نشون میده که چجوری داره آهنگ از صفر میسازه و پیانوشو خودش میزنه ما هم عجیب بود برای ما ویدیوش بد نبود ولی عجیب بود که یکی بخواد آهنگو لو بده ما بهش گفتیم نکن ولی خب گوش نکرد و داستانا رو ساختی خب
تصمیم گرفتیم حالا توی آلبوم بیت نابو عوض میکنیم، یا من یا یه پرودوسر دیگه بیت از اول درست میکنیم. هنوزم که تو کنسرتاتون میرین اولین آهنگ نابو اجرا میکنین. ببین فقط دعا کن توی تهران نبینمت.